چون چنینه باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود. باید جهان بشه یک خانه، از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه. باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم ربط بده که اصلا صداها، رنگها، چهرهها، دردها، فریادها رو همه بفهمن. این جنبه های مادیشه که باید درست بشه تا بشه به دست صالحین اداره بشه. نه اینکه در سبزوارند از ورامین بیخبر، در ورامینند از دزفول بیخبر، تمام باید به آن واحد خبردار شدن. لذا در روایات مربوط به قرآن نیست، در روایات اشاره بینها شده که نشستن هم همدیگر رو میبینند هم صدای همدیگر رو میشنوند. وقتی میخوان